دو برادر در زیر کمد در نوار گذشته گفتند که ابو حنیفه در مسئله شب قدر در یگان جا گفتگی نیستند که شب قدر در داخل 1 سال است. گفتند که همین اصلاح کنید. چی گفتند؟ ابو حنیفه در اونجا نگفتیم. شب قدر در داخل 1 سال نگفتیم. ابو حنیفه رحمت الله علیه دو قول دارن. یک قولشان چخیلی که صاحب بحر الرائق، یعنی یکی از کتاب‌های معتمد مذهب امام ابو حنیفه هست، میگوید که و ذکر فی فتاوی قاضی خان ان المشهور عن ابی حنیفه انها تدور فی السنته، یعنی که با این قول مشهور گفته است. قول مشهور از ابو حنیفه این است که تدور فی السنته، در داخل 1 سال دور میزند. بعد اصلاح کنید، عباره اصلاح کنید، اون در حالتی گفته میشد که خطاگی آدم 100% باشد. بعد وقتی که کامنت می نویسید یا انتقاد میگیرید، درست انتقاد گیرید آن برادرها، و اگر خطاگی باشد، نقل خطا باشد، ولی همینجا کمتر اشتباه شده است، گفته به آداب اگر رد زنید، انتقاد کنید، با برای فایده خودتون است، بی آدابی کنید برای خودتون، برای من انشالله هیچی ضرر نمیرسد. این اسلوبی طلب علم یا اسلوبی حتی عالم باشدم، آداب برای شما سزاوارتر است که به آداب مراجعت کنید. وقتی که میگویید که اصلاح کن، این در صورتی گفته میشد که خطای 100% باشد، حالا که شما خطا هستید در این انتقادتان. در یگان جا ابو حنیفه نگفته است، میگوید مگر تمام کتاب‌های امام ابو حنیفه یا که پیروانش را خوانده برآمدید؟ یک آدم به حضرت ابن شهاب زهری استاد مالک رحمت الله علیهما، تابعین بزرگوار، محدث، میگوید که یا حدیث میگوید که لم اسمع به هذا الحدیث، من این حدیث نشنیدم، یا نمود میگوید که گویا که خیلی حدیث نیست. بعد او آدم میگوید که اتحفظ کل احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، تو مگر تمام حدیث های پیامبر صلی الله علیه وسلم رو حفظ میدونی؟ گفتن که نه. نصفش میدونی؟ جلال الدین سیوطی گفتن که در دنیا 300,000 حدیث هست حاضر. در زمانشان گفتن، ولی بعضی علما در زمان ما هم گفتن که 300,000 حدیث است. حدیث های پیامبر صلی الله علیه وسلم رو همش رو حفظ میدونی؟ یعنی همش رو خواندی میدونی؟ گفتن نه. نصفش رو میدونی؟ گفت که ارجو، امید میکنم که نصفش رو میدونسته باشم. گفتن که حدیثی که از من شنیدی به نصفی که نمیدونی به همونجا ما گفتن. بنابراین اسلوبی خوب که چی کنید. خیلی حتی بعضی علما با وجود اینکه واقعا گفته میشد که تمام کتاب ها را خوانده برآمدیان، یک استاد ما بودن از دیار شنقیط، گفتند من تمام 4 مذهب، کتاب های 4 مذهب را خواندم، از جمله مثلا مذهب امام ابو حنیفه، کتاب فتح القدیر و مبسوط سرخسی، اینا از همه کتاب های وسیع مذهب حنفی حساب میشه. این دو کتاب از همه کتاب هایی که وسیع هست، مبسوط و فتح القدیر است، همه های خوانده برآمدم. اون فایده‌ای که در این مذهب یافتم، یعنی فایده هایی که یافتم در 3 مذهب نیافتم، در کتاب های 3 مذهب نیافتم. یعنی که فایده های اینجا که یافتم، اونا استنباط های چقور، یعنی بعضی بسیار فایده گرفتم از این کتاب های مذهبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. با وجود همین وقتی که به سوال جواب میدادند، میگفتن که من یگان اهل علم را نمیدانم که همین قول را واجب گفته باشد، همین مسئله را، یا حرام گفته باشد. نمیدانم گفته گپ میزدن. رفت و اگر یگان کس یافت شودم، درست همین خیلی گپ بود است، ولی من نمیدانستم، جوابشان درست میبراید. یعنی صیغه های آداب و خاکساری را انتخاب میکردن. وقتی که میگوید که شما این گپ را اصلاح کنید، این گپ را امام ابو حنیفه در یگان جا نگفتند، گویا که شما تمام کتاب‌های مذهب حنفی و غیر حنفی را خوانده برآمدگی هستید. این سخن در بحر الرائق هم هست و این اصلا امام نووی هم در کتاب مجموع نقل کردن. قیل هی فی السنه کلها، گفته شده است که ماه شب قدر در تمام سال است،
وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه. این با نسبت دادیم به ابن مسعود و ابو حنیفه و به دو شاگردان امام ابو حنیفه. مجموع نووی و این چنین همین سخن را صاحب کتاب عون المعبود در شرح سنن ابو داود محمد شمس الحق عظیم آبادی نقل کردند و این چنین ملا علی قاری در شرح مشکات آوردند. ملا علی قاری حنفی قيل هي في السنة كلها وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة ملا علی قاری و امام ابو حنیفه سندشون رفته غالبا به عبدالله ابن مسعود میرسد. مثلا هر یک عالم غالبا شاگرد یک صحابه میشه. مثلا امام مالک اکثر سندهاشون به عبدالله ابن عمر میرسد. برای چی؟ برای اینکه شاگرد ابن عمر نافع تابعین استاد مالک بود. بنابراین حدیث های مالک ببینید حدثنی نافع عن ابن عمر عن النبی صلی الله علیه وسلم. بین امام مالک و بین پیامبر صلی الله علیه وسلم دو کس است، نافع ابن عمر. اگر از همه نزدیک بخاری 3 نفر باشد، از آن مالک 2 نفر است، نافع ابن عمر. یعنی غالب روایت های عبدالله امام مالک از ابن عمر است. غالب روایت های امام ابو حنیفه از عبدالله ابن مسعود است و عبدالله ابن مسعود میگفتند که من یقوم الحول یصیبه، کسی که 1 سال اگر شب زنده داری کند شب قدر مییابد. یعنی بنابراین بعید نیست که گپی ابو حنیفه به گپی ابن مسعود موافقت کند، چون که سند امام ابو حنیفه علم را امام ابو حنیفه از طریق ابن مسعود از پیامبر صلی الله علیه و سلم آموختند. بله.